سلام دوستان، میخوام بهتون یاد بدم چطوری انجام بدید این پیشنهاداتی که تو گروه میفرستم، تو کانال میفرستم. یکیش ما کارگزاری رو که معرفی کردیم، کاریزما رو ثبت نامش هم که تو کانال یاد دادیم. حالا یه نکته هستش، اگه شما تو یک کارگزاری دیگه هستید شکل آپشنش رو فعال میکنید این شکلیه، فرق نمیکنه، همونجا هم میتونید کار کنید، حتما بیاد کاریزما. ولی اگه شرط و شروط میذارن و اینا، میتونید سریع بیاد کاریزما، دید ثبت نامش هم زمانی نمیبره. ما دو جور پیشنهاد داریم، یکی که کانورژنه، یه دارای پایه رو میخری، یه دونه اختیار فروش میخری، یه دونه اختیار خرید میفروشی. تو حالت عادی فروش نمیتونید انجام بدید دیگه، ولی تو این کارگزاری میتونید. یه حالت هم که باکس دو تا باید بخرید، دو تا باید بفروشید، که اینا رو وثیقه هم دیگه میکنید. یه دونه چارت هم چون این قیمت رو تغییر میکنه، این الان من بزنم ببینید این 2 شد و وقتی 2 میشه کلا الان 14. من اینو تست میخوام فقط بزنم که شما یاد بگیرید، به سودش کاری ندارم. این شده 6. مثلا اگه این بشه 60 خیلی تغییر میکنه، شد 2%، بشه 40. خب شما که این آپشن باز رو ندارید، بهتون یه دونه چارت رایگان معرفی کردم به این شکل. شما باید اعدادشتون ببینید، شاید تغییر کرده باشه، بندازید ببینید سودش چه شکلیه، بتونید وارد چی دادم. از این خیلی ساده است، فقط توی آپشن باز اسم سهمو که بزنید خودش میاد قیمتشو میندازه، ببینید آنی میندازه و تغییراتش میشه. ولی تو این اینطوری نی، باید دستی وارد کنید. خیلی هم ساده است، همون شکلی که اینجا هستش وارد میکنید. ببینید خرید دارایی پایه، اسما رو دیگه ول کنید، خرید دارایی پایه، حداقل باید 10 تا بخرید، چون دارایی پایه، اونایی که دارایی پایه داره حداقل خریدش 500,000 تومنه، پس باید شما اینو بیشتر از 500,000 تومن بگیرید. الان تو اینجا باید ما 11 تا بخریم. حتی یه چیزی به شما بگم، توی یه سری دارایی پایه ها مثل خساب ها تعداد اندازه قرارداد 8,000 تاست، توی مثلا اهرم و اینا 1000 تاست. به خاطر همین اینم من بهتون حتما وقتی عکس میفرستم به اینم دقت کنید که 1000 تاست یا 8,000 تا. اینجا میشه یه دونه گرفت، چون یه دونش میشه باید 2 تا بگیره، میشه 900 تومن و به ترتیب اینا هم باید 2 تا باشه. ولی تو این باکس ها اصلا مهم نیست، شما یه دونه هم میتونید بگیرید، حتی یک دونه، اصلا مهم نیست. خب اینو برای مثال حالا اینو سریع بزنیم. خرید دارایی پایه 2 تا 588 همینطوری وارد میکنه. خرید دارایی پایه تعداد 2 تا، اعمال نداره 580. و اینجا هم حواستون باشه، اگه 1000 تایی بود 1000 تا، و اگه 8292 تایی بود 8292 تا باید وارد کنید جا درست شه. بعدیش چیه؟ همینطوری به صورت دستی راحت. خرید اختیار فروش، خرید اختیار فروش خیلی سختی، تعداد که باید 2 تا باشه. اینجا قیمت اعمال داریم 543، قیمتش 1، 543 قیمت اعمال 1. بعدی هم همشه فروش اختیار خرید. شما وقتی که سود کردید باید آپشن باز رو بخرید. حالا توی الان خیلی گرونه، الان نزدیک 8-9 میلیونه. خود من توی جمع سیاه خریدم، هولوش 3 خورده. یه سال
باید بشینید هر وقت تخفیف زدش 50% بخرید، ارزش داره، چون جدای اون آفستاتون هم بهتون میده. یعنی جدای این که شما میتونید تمام خریداتون رو بزنید و اینجا آفستاش هم وقتی انتخاب میکنید ببینید. میتونید اسم بذارید، سیوش کنید و وقتی سیوش کنید موقعی که روش بزنید آفستتون رو میزنه. ببینید اگه بخواید خارج شید مثلا انقدر ضرر میکنید، انقدر تو سود، آخر که همونی که نشون میده، ولی تو راه میتونه بهتون نشون بده. مثلا من خودم باکسی که زدم، مثلا این باکس من مثلا 12% میخواد سود بده، تو گروه هم کار معرفی کردم، میخواد سود بده، الان بخوام خارج شم وسط راه 4 میلیون ضرر میکنم با مثلا 90 میلیون. این خوبیش اینه. خب هر وقت بخواید میتونید بزنید و انجام بدید، فقط قیمت های آخرتونه که چیز شد سیو کنید. حالا تو اینجا ببینید دقیقا همونو بهتون میده، 92 زیر 1% سود، سرمایه درگیر 890 تومن، اینجا هم همونه، اینجا هم زیر 1%، 8000 تومن سود با این درگیر، اینجا هم دقیقا 8000 تومن سود درگیر. یعنی هیچ وقت اسم استراتژی هم اینجا براتون میزنه. حالا اینجا میتونید کریپتو هم ازش استفاده کنید، یه سری قراردادهای آماده داره، تیکشه که بزنید اتریوم، تاریخ بزنید، اینجا یه سری میاد، حالا اونا رو خودتون انجام بده. حالا نحوه انجام این چه شکلیه؟ ما باید حساب ها رو بخریم، میایم تو کارگزاری که بهتون گفتم، میاید حساب ها رو سرچ میکنید. خب اینجا ما قیمتی که 588 اینجا خرید تغییر کرده. تو اینجا یه خوبی که داره میتونید اینطوری کنید. بعدی نم بخرید. فروشی که انجام نمیتونید بدید ولی صفحهشو باز میکنیم. نیم قیمتش چند شده، فقط میخوایم بدیم قیمتش چند شده. خب ریزش کرد. خب تو آپشن باز که اینو بزنیم خودش اتوماتیک منفی شد، منفی 1.5%. 1%. حالا مهم نیست، چون من میخوام آموزش بدم سودش برام مهم نیست. خودتون باید اینجا عدداش رو تغییر بدید، این نموده رو ببینید با قیمت‌های جدیدتون چطوری میشه. ما اینجا گفتیم بعد 2 تا خب اینجا 2 تا میخوایم، بعد 2 رو ضرب در 829 2، این عدد بالا بکنیم. باید 16000 تا بخریم. فقط تو دارایی پایه این اتفاق میفته. تو دارایی پایه اگه 1000 تا هم بود، اینجا 2 بود میشد 2000 تا. توی این اختیارا این اتفاق نمیفته، اینا دقیقا همین 2 تا دونه است. ولی تو این البته چرا این باید ضرب در این بشه، حالا بهتون میگم. تو این باید 2 ضرب در اینا بشه دقیقا تا اتفاق بیفته. 970 تومن. خب این حساب ها، خب تعدادی که باید میخریدیم 16000 رو، چون اگه بخوایم 2 تا بخریم میشه 100 تا تک تومن نمیشه. خب
خب 590 خرید، تیک قوانین و خرید. خب خرید انجام شد. از این میایم بیرون. مرحله بعد اینه که باید بیایم تو این قسمت درخواست فریز سهام بدیم. اینجا حساب ها رو بزنیم، تعدادی که خریدیم و ثبت درخواست فریز بدیم. معمولا 2 دقیقه طول میکشه. بعد بیایم چی بخریم؟ بعد بیایم حساب های 2022 رو بخریم. حساب های 2022 رو بخریم. حالا قیمت 3 ما فقط آموزشه، میخوایم سریع بخریم. 2 تا دونم بعد اینو بخریم. ببینید اینجا 2 ضرب داره، اینجا 2 ضرب داره 8 و 9 2 میشه. خب نه همون تعداد رو باید بزنیم. دقیقا الان اومد پایین. 2 تا 2 باید بخریم، میشه 3000 خورده ای که دقیقا همینه. این هم خرید میکنیم. در سرعت اینترنت پایینه. 2 خب این هم خریدش. حالا میریم یه درخواست فریزمون رو نگاه میکنیم، تایید شده. حالا اینجا باید چیکار کنیم؟ میایم رو صفحه اصلی حساب ها، این استراتژی رو میزنیم. برای چی میخواستیم وثیقش کنیم؟ برای زسپا 2022. خب این میاد، اینو میزنیم. حجم درخواستیمون چند تا بود؟ 16584 تا. 16584 تا. 16584 تا. برای چی میخوایم؟ سرعت اینترنت، انتخاب و ثبت درخواست. 16584 درسته دیگه. همین تعداد رو میخوایم برای هنوز تایید نشده. خاطرمون داشت پیغام میداد. صبر میکنیم تا تایید شه. خب معمولا 2 دقیقه انجام میشه مگه اینکه شلوغ باشه. خب یه دونه از دردسرای دارایی پای خریدنه، ولی توی باکس این موضوع پیش نمیاد. رو اینجا میزنی 16584 تا برای وثیقه میکنی. ثبت شد. میای تو این قسمت میبینید که یه استراتژی خورد. حالا میتونید فروش انجام بدید. فروش من قیمت ها رو همینطوری میزنم، شما باید تو نمودار بندازید دیگه. من فقط میخوام آموزش بهتون بدم. خب میخوام بفروشیم. خریداش 54 50 تعداد 2 تا. ببینید سرمایه درگیرش 0. الان من اینو بکنم 3 تا
ببینید میخواد، نمیذاره. ولی چون ما 2 تا وثیقه کردیم به راحتی فروش رو انجام میدیم و تمام. توی قسمت مدیریت استراتژیا اگه بیاید اینجا استراتژیاتون رو میزنه. من یه دونه قبلا اینو زدم، الان حساب هم اضافه شد. میمونه تا روز سررسیدش که 3 روز دیگه است که اونم من بهتون میگم چطوری خارج شید. در مورد باکس هم به همین شکل شما اینجا همینطوری دونه دونه وارد میکنید. حالا این قیمتش تغییر نکرده. شما باید خریداتون رو انجام بدید، بعد وثیقه فروشاتون کنید. زهرم خرید وثیقه زهرم، طهرم خرید اینجا خیلی دیگه سریع انجام میشه. به این شکل میاید. میتونید یه کار دیگه کنید. تو این قسمت که الان تو تصویر نیست یه دونه اختیار معامله نوشته، اینو که بزنید اولا اینجا موقعیت ها رو که بزنید تمام موقعیتون هست. میتونید اینجا مثل من جدول درست کنید. مثلا اسم این چی بود؟ کانورژن چیز. میتونید اینجا مدیریت گروه کنید، یه دونه ایجاد کنید، اسمشو این بذارید، بعدش بیاید اینجا و میتونید چی رو دارم میزنم؟ خب نه شکلی نیست. با این اضافه کردم به گروه. ما یه تصاپا بود که اضافهش میکنیم، یه دونم زساپا بود، اینم به این اضافه میکنیم. اینطوری میتونیم مدیریتی گروهی ببینیم راحت. الان ما میخوایم بعدی رو بزنیم. باکس میتونیم یه دونه باکس اضافه کنیم و اینا رو اضافه کنیم و اینجا زنجیره قرار داد. این سهم پایش اهرمه. ما اینجا میتونیم برای راحتی دیگه اینجا هی نخواهیم اینجا سرچ کنیم. سرچ هم میتونید بکنید، داشته باشید خیلی راحت کپی کنید. اینجا سرعت اینترنت جواب نمیده، کلا اینترنت به باد فنا رفت. خب بیارید، ما باید بخریم. من با یه دونه انجام میدم، شما باید بر اساس داراییتون با یه دونه انجام بدیم. 370,000 تومان و سودش 23,000 تومان. حالا بستگی به سرمایه‌تون داره. شما میگید من 3 میلیون تومان دارم، اینا رو باید تعداد قرارداد 10 تا کنید، میشه 3,700. یکی میگه کمتر بیشتر، یکی میگه من سرمایه‌ام چون سود قطعی اصلا میخوام کلا 300 میلیون وارد شم، اینا میشه 1000 تا. شما با 376 میلیون تومان وارد میشید و توی 3 روز 23 میلیون تومان میگیرید. دیگه چی میخواید؟ همین 373 تومان و ایدئال بانکی من بگیرم 33% تقسیم بر 12، یه ماهش به شما 1 میلیون میده. یک ماهش به شما ایدئال 1 میلیون تومان میده. این 3 روزه داره 23 میلیون تومان به شما میده. چی میخواید دیگه بهتر از این؟ حالا اگه همین قیمته باشه من الان عین 10 میلیونمو میزنم. من حالا چقدر داشتم؟ بذار معدد. خب الان من اینجا 10 میلیون دارم، میخوام 8 میلیونشو درگیر کنم، 7 میلیون و 500 درگیر کنم، تو 3 روز 470 تومان بگیرم. خوبه، مثلا خیلی خوبه. حالا اینا چیه؟ زهرم 2019 ما میتونیم اونجا اضافهشون کنیم. خب زهرم، من اینو که گفتم موقعیت رو بزنیم اینجا میاد، خیلی راحت تر میتونید خرید و فروش انجام بدید. قیمتاش هم به لحظه ببینید.
یا اینجا 4 تاشو باز میکنیم. خب 2 تا اول بعد خریدار انجام بدیم. چی بود؟ یه دونه هم تحرم 2020. تحرم 2020. خب 1000. حالا من شما رو اذیت نمی‌کنم، اینا رو یه دونه یه لحظه وایسی. تازه سودش هم بالاتر رفت. خب 20 تا دونه، من 20 تا دونه 1406. حالا خیلی الان بازار فکر کنم نفسم پیدا کرده که انقدر قیمتش تغییر میکنه و من شما رو اذیت نمی کنم. 20 تا دونه 1406. اوه چقدر رفته بالا. اما من یه دونه انجام میدم که حالا وقت شما هم گرفته نشه. خب میایم یه دونه اینجا به قیمت بعد فروشنده ما میخوایم در لحظه بخریم دیگه. این 500 رو میزنیم 1 میخریم و اینجا هم دومی به خاطر اینکه سریع 1 میخریم. هر دو این دوتا خریده شد. تو اینجا میریم تو موقعیت هامون. خب یه دونه زهرم 2019 بود. 2019 میایم اینجا استراتژی و جلوشو میزنیم، میگیم یه دونه میخوایم وثیقه کنیم. برای چی؟ برای فروش زهرم 2020. ثبت انجام شد. اینجا خیلی دیگه سریع انجام میشه. تحرم 2020 هم برای 2019. تحرم 2020 سرعت اینترنت یه دونه برای تحرم 2019. خب میریم اینجا تحرم 2019 میبینید یه استراتژی باز شد، یه منهاش فروش. بعد فروش انجام بدیم دیگه. فروش خریدار اینجا من میخوام سریع انجام شه. فروش انجام شد. اون یکی هم با زهرم 2020 بود. زهرم 2020 هم یه استراتژی باز شده که اشتباه نوشته یا ما اشتباه کردیم. نه الان درست شد. خب یه منها اینم که در لحظه میخوام یه دونه بشه. ما اگه 2 تا بزنم عدد بیاد نمیشه، یه دونه به تعدادی که وثیقه. به همین راحتی ما انجام دادیم. 300 تومان درگیر کردیم که 25. حالا من نکته‌ای که بهتون بگم، شما بعد اینکه این کار کردید باید برید تو قسمت گزارشاتون، حتما باید این کارو بکنید. یا درست همین اعداد میخرید تمومه قیمتایی که اینجاست، یا نه مثل ما همینطوری خریدید که اشتباهه چون سودا تغییر میکنه. باید برید این قیمت ها نگاه کنید. ببینید من 67 فروختم، بعد اینجا بزنم 67. شما در اصل باید قیمت ها رو دقیق چیز کنید، انجام بدید. حالا اگرم انجام ندادید برای اطمینان برید اینجا نگاه کنید. 67 بعد تحرم مثل 232. اینم 232. بعدی 2 تا خریدیم. تحرم 2020 2645 و اینم 1500. این الان سود دقیق ما رو میده 4%. ما سیوش کنیم. این دقیقشه. ولی اگه طبق عددهایی که من تو گروه کانال میفرستم
یا سود بالاتر بخرید، من چون آموزش بود سریع زدم رفت. اینه. تو اینم همینه. ما اومدیم خساپا رو خریدیم 590 فروشمون 50 خریدمون 2. فروشمون 50 این قطعا منفی میشه چون 2 نه مثبت شد. خیلی جالبه. 890 تومن درگیر کردیم، 1000 تومن 2000 تومن سود میکنیم. به همین راحتی میتونید بخرید. تو مدیریت استراتژیاتون میتونید استراتژی‌های فعالتون رو ببینید. توی این بالا که گفتم تو فیلم معلوم نیست، موقعیتاتون رو ببینید، باکس بندی کنید. الان من همونایی که خریدم برای تهران 2020 میتونم تو این باکس بندازم. تو اینجا استراتژیاتون رو باز میتونید ببینید. توی خروج دقت کنید. موقع آفست کردن، البته اگه میانه یه موقع میبینید این مثبت میشه، میخواید خارج بشید، مثلا مثل این. من این باکس رو خریدم، پیش بینیم 3 و 6 بوده، الان 2 و 7. الان فکر کنید این 4 و 7 شده، یعنی این شده 1، این شده، من همینطور عدد الکی میزنم که ببینید 5. اینجا 3 و 6، اینجا داره 5 میده، خارجت میکنه. برای آفست کردنش باید خارج شدنتون به این صورت باشه که اول فروش ها رو خارج بشید. تو اگه میانه راه میخواید آفست کنید، اول باید فروش ها رو خارج بشید چون نمیذاره. بعد استراتژی ها از اینجا ببندید. ببینید به این شکل، اول اونه که فروختید خارج میشید، یعنی موقعیت برعکس میگیرید. فروختید میخرید به تعدادی که فروختید. یه دونه ما خریده بودیم، یه دونه میفروشیم. بعد باید از اینجا حذف کنید. من سعی میکنم یه ویدیو برای این بسازم که چطوری تو را آفست کنید. یه ویدیو هم براتون میسازم که روز سررسید باید چیکار کنید. این دیگه میمونه تا 3 روز دیگه ما ببینیم چطوری باید موفق باشید. اینم آموزش این بود که 2 تا از موقعیت هایی که براتون میفرستم و سود قطعیه و میتونید با حد اکثر پولتون وارد شید و براتون گذاشتم دیگه. بابت کسری و کمی و کاستی و ضعف فیلم برداری و انجام دیگه خودتون ببخشید. اینم دیگه کاری که از دستم برمیاد براتون انجام بدم. نه برای من سودی داره، ضررم نداره. سودش فقط معنویه، ضرری هم که نداره. موفق باشید.